جلو پنجره 2 تا پیچ بالا و 2 تا پیچ هم وسط داره. خب پیچا کامل باز شد. حالا بریم که این فلاپ پشت ماشین رو در بیاریم و چراغ رو در بیاریم. خب تموم، اینم در اومد. ولی بدون چراغ چه رخ داغونی داره خدایی. سلام و درود بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. ویدیو قراره که چراغ ماشینم که شکسته رو کامل عوض کنیم که هم چراغ جلوش خرابه هم خطر عقب. و همینطوری که میبینید راهنمایی که بستم یه مقدار عقب‌تره نسبت به حالت عادیش. الان کاپوتو باز میکنم بریم داخل چراغم بهتون نشون بدم که چقدر اوضاعش خرابه. همینطوری که میبینید پیچه تنظیم چراغ خرابه و قشنگ داره بازی میکنه این بلوره داخل چراغ. و این فنرم که میبینید مجبور شدم روی این قسمت گیرش بدم چون این قسمت چراغ شکسته و این فنره بچه مال راهنما با این فنر است که وای میسه سر جاش. اگه این فنره موقعی کنده بشه چیزی راهنما کلا میفته از رو ماشین. هم باعث شده این قسمت راهنما حالا خراب بشه، یعنی بشکنه این گوشه‌هاش، و اینکه خوبم بسته نشده روی چراغ. اینم از چراغ خطر. این قسمت پایینش که مال قسمت راهنما و دنده عقب شکسته و دیگه قابل استفاده نیست. بچه شاید فکر کنید قراره بریم یه لوازم یدکی خیلی لوکس و عالی 2 تا چراغ عالی بگیریم، ولی نه بچه ها، سخت در اشتباهی. این ماشین هم یا حضرت محمد. چون من قدی که این ماشین سنگین رو میترسم، از هیچی نمیترسم، نامصب خیلی بزرگم و خلاصه آره دیگه. حالا ببینم چی میشه بچه ها، بریم ببینیم. بچه ها رسیدیم اوراقی، حالا باید بگردیم چراغ پیدا کنیم، یه چراغ خوب. به نظرم این اوکیه. حالا 2 تا چراغ دیگه هم نگاه کردم ولی اونا خیلی وضعشون خراب بود، بقیه‌اش هم خوب کلا باز کردن بردن، همین یکی خوبه. باقی قسمت پایینش شکسته که اونم به صورت مهم نیست، بقیه جا سالمه. چراغ خطرم مال همین ماشینه که چراغ جلوشو باز کردم سالم بود، اینم بریم باز کنیم. خب بچه اینم از چراغا گذاشتمشون توی پلاستیک که صندلی رو خاکی نکنن. بریم خونه و ببندیمش رو ماشین. خب اینم از چراغ جلومون که بازش کردیم. البته چراغ خطر پایینه، یعنی تو صندوق عقبه که اون دیگه نیازی به شستن و اینا نداره، فقط باید ببندمش. ولی اینو آوردم بالا بشورمش، تمیزش کنم و تستی هم بهش کنم ببینم که همه چیز سالمه. پیچه تنظیم نورش که سالمه. فقط این قسمت پایینشه که اینم خودش با پیچ MDF زده روی سینی جلو. هم احتمالاً همین کارو بکنیم، این قسمت پایینش که شکسته پایه‌اش، و بریم که بشوریمش. این قسمتی که خارهای راهنما میره داخل سالمه. این قسمتی هم که جلو پنجره روش پیچ میشه سالمه و همین دیگه. 405. حالا بچه پارس اینا اینطوری نیست، 405 بیشتر اینطوریه. خار میخورد، 6 تا خار دور تا دورش داره که تمام لازم یدکی این خارای دارن. بچه بگید خار چراغ جلو میخوام بهتون میدن و اینا رو باید باز کنیم که شیشه آزاد بشه. الان باید بلوره دور تا دور رو در بیاریم، این بلوری که داخلشه، و میبینید که چقدر پر خاکه. خب من این بلوری داخلش هم در آوردم، بریم که اینو بشوریمش. من برم اینا رو بشورم و بیام. خب من اینا رو شستم، همینطور که میبینید بچه‌ها یه قسمتی از این رنگ کرما رفت و البته برام خیلی جالب بود این دور قسمت دور چراغ نرفت، این تهش که مال بلوریشه رفت که فکر کنم به خاطر همون گرمایی که بهش خورده آسیب پذیر شده و راحت پاک شده. تازه اصلا هم کف و صابون نزدم و فقط آب خالی روش گرفتم که خاکاش بره، اینطوری شد. خب من برم چراغ ببندمش و بریم وصلش کنیم رو ماشین. خب آقا اینم چراغمون آماده است، تمیز و مرتب. بریم نصبش کنیم رو ماشین. میریم برای باز کردن چراغ. برای بچه‌ای که میخوان بدونید، جلو پنجره 2 تا پیچ بالا و 2 تا پیچ هم وسط داره که 2 تا پیچ بالا پیچ 10، 2 تا پیچ پایین که روی کاسه چراغ هم پیچ میشه پیچ T20 که من از قبل اون T20 رو باز کردم. فقط این 2 تا پیچ بالا رو باز کنم و بریم که جلو پنجره رو در بیاریم.
خب حالا میریم سراغ چراغ. یه دونه پیچ که با جلو پنجره بود که بازش کردیم، اون هیچی. یه دونه دیگه هم این وره که بالا، اینم باید باز کنیم و دو تا پیچ هم پایینه. یکی این سمته، البته دوربین بگیرش. من مونده این پیچ پایینش که اینو باید بازش کنم و ببینم اون آچاره میره داخلش، میشه بازش کنیم یا نه. A few moments later. خب دوستان عزیز، آچار رو بردم که بازش کنم، به خاطر کمبود جا و فشاری که به چراغ اومد این قسمت پایینش کنده شد که البته مهم هم نیست چون چراغ خراب بود دیگه و حالا چه میشکست چه نمیشکست فرقی به اون صورت نداشت. خب میریم برای درآوردن چراغ. یک لحظه نزدیک بود این سیمه رو ببرم که مال اتصال به بدنه بود. خب لامپ و سوکت چراغ کوچیک هم در میاریم و تموم. حالا بریم برای نصب چراغ جدید. و اینم بگم توی دفترچه راهنمای خود این ماشین نوشته که برای تعویض چراغ باید اول سپر رو در بیارید که در آوردن سپر خودش یه دردسره و من این سپر ماشین رو که خودم بستم خیلی اذیت شدم چون فقط پیچه پفکیشو پیچه بغلش که میخواد بسته شونه خیلی دردسر داره و بهترین کارم اینه که بتونیم با یه آچار ریز یک گوشه بازش کنیم که حالا این دیگه شکست. بچه‌ها دیدید میگم این سمت هم نداره به خاطری که بد دستین کلا این قسمت رو نمیبندن. تمام، حالا میریم برای عوض کردن خطر عقب. خب برای اونم اول یونیت خازنی رو جدا میکنیم که این دو تا خار رو باید فشار بدیم پایین و یونیت آزاد بشه. میریم برای باز کردن 4 تا پیچ که 2 تا روی سینه عقب بسته میشه و 2 تا هم که به این پایه های روی سینه عقب وصل هست رو باید باز کنیم، یعنی 4 تا پیچ بلند داره. خب پیچا کامل باز شد. حالا بریم که این فلاپ پشت ماشین رو در بیاریم و چراغ رو در بیاریم. و بله چراغ در نمیاد. فکر کنم کسی که قبلا این ماشین رو داشته چسب زده پشت چراغا و بعد با پیشگوشتی بندازم زیرش و بازش کنم. خب تموم، اینم در اومد.
ولی بدون چراغ چه رخ داغونی داره خدایی، اصلا نمیشه نگاش کنی. خب اینم چراغ خطری که گرفتیم، شستمش و این قسمت پایینش هم دودی نبوده و دودیش کردم. ویدیو دودی کردن اینم تو کانالم هست، اینه ویدیوش، عکسش میاد رو صفحه. این قسمت هم مشخصه که چسب خورده، اینم زده که آب نره، منم بعداً باید بزنم چون مهمه این نکته. و اگه آب بره باعث خیس شدن صندوق اتصالی این چراغا میشه دیگه. خب پیچاش هم میبندم، زبدری صفر میکنم که کامل از هر طرف میزون جا بخوره و تا جایی که صفر شد صفر میکنم، زیاد صفر نمیکنم چون راحت جا پیچاشون میشکنه. و این یونیت خازنی هم جا میزنم و تمام. بچه من این ویدیو هم راجع به کامل درست کردن و وصل کردن کامل چراغ خطر که کانالم دارم، دوست داری حتما ببینش. اینم از رخ عقب و اینم از رخ جلو. خب بچه اینم از پایین ویدیو. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانالم هم سابسکرایب کنید که از جدیدترین ویدیو من با خبر بشید و تا ویدیو گذاشتم بیاید و ببینید و تا ویدیو بعدی پیس اوت.